بزنگا رو باشون کار کردم خیلی سال پیش. جز 3 نفر اول. آقا چرا داریم یه کاری میکنی که مثلا رضا عطاران مثلا اینو ببینه بعد فردا زنگ بزنه بگه بعد از چی نگفتی؟ چرا از من نگفتی؟ رضا عطاران درجه که چرا انقدر صدات شبیه آقای عطاران بهش فکر میکنم یه دفعه صدام شکل. مگه همین چیزی داره مثلا بهت زنگ بزنه اینو بگه یهو؟ نه اصلا همچین اخلاقی نه بابا، اصلا همچین اخلاقی نه. ما درجه یکتر از رضا عطاران در سینما نداریم. یه کار کردن با رضا عطاران چه شکلیه؟ خیلی باحاله. یه ویژگی در موردش بخوای بگی چی میگی؟ ویژگی که در رضا عطاران بگم، رضا عطاران هیچ وقت عصبانی نمیشه. یعنی عصبانی بشه باور نمیکنی که عصبانی شده. تا حالا دیدی عصبانیت شو؟ مثلا چند وقت پیش همین سر همین عجل معلق که بودیم یه نفر دیالوگش اشتباه گفت ای بابا. من فهمیدم خیلی عصبانیه، ولی خیلی ها نفهمیدن که اون عصبانیه. یعنی اوج عصبانیت رضا عطاران؟ آره دیگه اوج. ای بابا خیلی عصبانی شد. خیلی خاصه. سر سینمایی بودیم چند وقت پیش، یه دعوا شد، یه دعوای خیلی وحشتناک. خب یه نفر اومد با چاقو حمله کرد به گروه. واقعا چند نفر نزود شاید بمیرن. یعنی این چاقو وقتی میرفت بالا میومد پایین، ما میگفتیم در این حد یعنی؟ آره اصلا خیلی چیز وحشتناکی شد. ما گفتیم الان 2-3 نفر افتادن دیگه قطعا. بعد من هی تو استراب و اینا هی میگفتم آقا بریم. گفت نه چیزی چاقو. وای چاقوشو بلند کرد در همین حد. و اونجا احتمال داشت 2 نفر کشته شن. پلیس اومد میخواست طرف آرومش کنه، آروم نمیشد و اسلحه کشید. گفت اسلحه‌شو کشید. فکر کنم الان شلیک کنه. در این حد. و ببین و من داشتم از هیجان و از اون استراب اونجا سکته میکردم، ولی اون خیلی خونسرد تخمم دستش بود داشت تخمه میخورد. خدا شاهده. بعد حتی به منم گفت تخمه میخوری؟ گفتم نه آقا چرا؟ الان گفت خیلی وحشتناک.